بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، كهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. وارد شده است در شب 23 ماه رمضان که شب قدر اصلی رو در روایات به این شب اشاره کردن، چون در شب اول تقدیرات نوشته میشن، شب دوم کم و زیاد می شود و این شب سوم دیگر تقدیرات بسته می شود که هر کسی هر کاری کرد در این 3 شب اگر نرسید شب سوم رو برسه کار حله، یا اگر یک سری تمهیداتی برای خودش چید در این شب کار قطعی شود. و فرمودن که در شب 23 اون چه که وارد شده است دعای برای فرج و ظهور امام عصر، ارواحنا له الفدا هست. این دعای اللهم کل ولیه که با هم میخونیم با حالت دعا و توجه. وقتی هم دعا میکنید حالت اضطرار داشته باشید، مضطر بودن، دستاتون رو بیارید بالا و حالت کسی که واقعا دستش جلوی خدا درازه و او رو طلب میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك یا صاحب الزمان یا ابن الحسن یا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. یکی از داستان‌های زیبا و مهم قرآن داستان اصحاب کهف. یک سوره‌ای هست در قرآن به اسم سوره کهف. حالا روایت‌های مختلفی وجود داره، من یکی از اون روایت‌ها رو عرض میکنم. نقل شده است در زمان حکومت عمر بن الخطاب، در زمان حکومت او 3 نفر از علمای یهود اومدن در مدینه، گفتن ما خلیفه پیغمبر رو میخواهیم. گفتن ایشون خلیفه پیغمبر، کارت چیه؟ ما یک سری سوالاتی داریم مهم و میخواهیم از جانشین پیغمبر خدا بپرسیم، اگر او جواب داد به دین اسلام بگرویم و الا برگردیم. خب این گوی و این میدان، بپرس. هر رو از بر تشخیص نداد و بلد نیست. هی سوال و پرسش رو، این هم همطور موند. سوالای سخت، چی میفهمه؟ همون آن اینا تمسخری کردن، ناگهان امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی بن ابی طالب رد شدن. این دوید گفت یا ابوالحسن ما رو نجات بده، اسلام در خطره. نه اینکه اینا از اسلام خوششون بیاد، نه، چون نونشون در اسلامه. خلاصه آقا نجاتون بده. حضرت گفتن چی شده داستان؟ 3 نفر یهودی آمدن سوالاتی میپرسن. حضرت فرمودن من پاسخ میدم. یک به یک این سوالات رو جواب دادن. 3 نفر بودن، 2 نفرشون همونجا مسلمون شدن، گفتن خلیفه تویی، حرف ها رو بلدی. یکی از اینها گفت منم مسلمون میشم، فقط یه سوال مونده، اینو جواب بده. و اون هم این که داستان اصحاب کهف چه بوده، کجا بودن، کیا بودن. امیرالمؤمنین داستان اصحاب کهف رو نقل میکنن، میفرمایند که در زمانی در یک شهری پادشاهی بود، پادشاه قوی و عادلی بود و از دنیا رفت. وراث او بر سر قدرتش جنگیدن و این منجر شد به ضعف حکومت و یک حکومتی در جوار این حکومت بود، سرزمین، طمع کرد و با نیروی خود حمله کرد و اون شهر رو گرفت و خودش شد پادشاه اون شهر. پس طور شد حاکمی بود، مرد، بچه‌هاش نتونستن بر سر قدرت کنار بیان، همسایه اومد و این کشور رو هم ضمیمه کشور خودش کرد، شد پادشاه این 2 کشور. بعد قدرت گرفت، یک دیکتاتوری بود و با ظلم و ستم بر مردم حکومت کرد. یک قصر عظیمی هم ساخت و 6 وزیر برای خودش انتخاب کرد که اینها تمام امور این کشورها رو اداره میکردن. بعد کم کم دید که این مردم هم دارن گوش میدن، بعدی نیست یه ادعای خدایی هم بکنیم. یه روزم اعلام کرد که راستیش من خدام، انا ربکم الاعلی، منو بپرستید. و بعد معابدی زد، میپرستیدن. خرم در دنیا زیاد. من رفتم هند، اونجا شما باید ببینی، هر جا میبینی یه خدای هست، خدای موش، خدای چه، خدای گندم، خدای پرنده ها، انواع و اقسام خدا هست. حتی گاو هم میپرستن، حتی احترام میکنن خدایی که این گاوو داره اونو میپرستن. معابدی دارن،
ساعت 9 شب هم میبندن. من دیدم صبح هم بلند میشن خدا. من رفته بودم مغرب دیدم که دارن پرده های خدا رو میکشن، چند تا بت بود. گفتن چی شده؟ گفت خدا میخواد بره بخوابه. شما که استراحت می‌کنید، خدا میخواد بخوابه. این همه کار رو انجام داد، خسته شد. هست تا امروز هم هست. امروز تو این علم امروز مردم بت میپرستن، دنیا میپرستن، پول میپرستن، قدرت میپرستن. بله؟ اون زمان پادشاه گفت چرا من نپرستم؟ ادعای خدایی کرد و خداییش هم گرفت. یه روزی نشسته بود با این 6 وزیر خودش، جلسه گذاشته بودن، یهو یک نامه رسانی، یک خبربیاری اومد گفت شاه چه نشستی؟ امپراتور اون زمان با قدرت زیادی یک لشکر رو برداشته داره میاد به سمت کشور تو و عنقریب برسد و شما رو تارومار کنه. خب اون خیلی قدرت داشت. تا خبر حمله امپراتور دنیا رو شنید، این شروع کرد به لرزیدن و ترسیدن و گریهش گرفت چیکار کنیم، چه غلطی بکنیم. خلاصه جلسه مشورتی برپا شد، بنا شد برن فکراشون رو بکنن. یکی از این وزرا رفت شب خونه، با خودش فکر کرد، گفت چه خداییه که میترسه، گریه میکنه، به لرزه در میاد؟ خداست. بابا حداقل آبروی خدایی رو نبر. پس این معلوم خدا نیست. تو همین فکرها بود. این 6 وزیر هر شب خونه یکی بودن. اون شب این 6 وزیر بودن خونه این آقا، دیدن سفره پهن شد، غذا آوردن، این هیچی نمیخوره، ناراحت. گفتن بابا این بزم ما ریخته به همین قیافه درهم و برهم چیه؟ چی شده؟ قصت چیه؟ گفت حقیقتش از شما چه پنهون؟ از شما پنهون نباشه، من به این خدا شک کردم. آخه ما امروز دیدیم این تا شنید یه پادشاهی حمله میکنه، لرزید، ترسید، گریهش گرفت، مضطرب شد، حرکت کرد، نمیدونست به چه کنم گرفتار شده. و خدا که اینطور نیست. خدا باید همه امور دستش باشه. اون 6 نفر باقی، اون 5 نفر باقی هم گفتن حقیقتش ما هم شک کردیم. یه تحقیق کردن، چون چندین سال این قصه بعد از میلاد مسیح بود، کم کم به خدا یگانه ایمان آوردن، فهمیدن خدای این عالم داره. گفتن خب ما باید برای این خدا تبلیغ کنیم. موحد شدن، شروع کردن در بین امت آهسته و یواش تبلیغات دینی کردن. خب همه جا جاسوس هست، ساواکیا هستن، اینا خبرها رو چی؟ رسوندن به اعلی حضرت. اعلی حضرت هم اینا رو دستگیر کرد، آوردشون. گفت میدونید که من همه جا اطلاعات و سواک و اینها دارم، اخبار به من میرسه و شنیدم شما دیگر به خدایی من معتقد نیستید و دارید تبلیغ خدای یگانه رو میکنید. اگر شماها آدمای معمولی بودید من کارتون نداشتم، ولی چون شما انسانهای تأثیرگذار در جامعه هستید، اشراف هستید، عنقریب تبلیغات شما کار دست مملکت بدهد، فلذالک به شما یک فرصتی میدهم، برید با خودتون خلوت کنید، فکر کنید، دست از خدای یگانه بردارید، دوباره برگردید به مذهب و دینمون. اگر هم برنگشتید، دروازه شهر رو ببینید، براتون 6 تا طناب دار گذاشتم، اعدامتون میکنم، بدنتون رو تیکه تیکه میکنم، خونتون رو میریزم، تمام خانوادهتون رو از بین میبرم. بفرمایید. اینا هم رفتن. شب جمع شدن، گفتن چه کنیم؟ ما که نمیتونیم دست از خدا برداریم، بهتر است این محیط فاسد را بذاریم کنار و برویم. صبح شد، شبانه صبح ها حرکت کردن با اسبشون و یه مقداری غذا برداشتن و از شهر خارج شدن و به تاز رفتن. یه مقداری که رفتن به خودشون گفتن آقا ما با این لباس و این پوشش و این اسب ها زود شناسایی میشیم و این شاه ولمون نمیکنه. برای همین اسب ها رو رها کردن، لباس ها رو عوض کردن و پیاده به یک سمتی رفتن. گشنشون شد، خسته شدن. رسیدن به یک گله، چوپانی رو دیدن، گفتن به ما غذا بده. چوپان هم برای اینها شیر آماده کرد، غذا آماده کرد. بعد یه نگاهی به رفتار اینها کردید، اینا آدمای معمولی نیستن.
گفت آقا شما معلوم آدم‌های مهمی هستید، چیه داستان شما تو این بیابان؟ اونها هم قصه رو گفتن ما به این خدا شک کردیم و خدا یگانه رو میپرستیم. چوپانم گفت حقیقتش منم به این خدا شک کردم، چون من در این بیابان میروم، گوسفندا رو میبینم، خورشید میاد، شب میاد، طوفان میاد، باران میاد، صحرا میاد. این کارای این خداه نیست، کار بشر نیست. حالا اسم اون خدا رو نمیدونستم، شما میگین خدا یگانه الله، ما میپرستیم، منم به شما معتقدم، با شما میام هر جا رفتیم، فقط اجازه بده ما گله‌مون رو ببینیم به این صاحبانشون، من برمیگردم. رفتند و گله رو تحویل داد، خودش برگشت با سگش. گفت سگ من به درد میخوره. گفتن ما خسته شدیم، خیلی راه اومدیم، چه کنیم؟ گفتن این بالای این کوه کهفی است. کهف به غار نمیگن کهف، غار شکاف کوه میگن. کهف یک جای بزرگ و محکم و مستحکم در دل کوه، ولی بزرگ باشه که از سرما و گرما نجات بده شخص رو. اینا رفتن در کوه و قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف. وقتی یک محیط ناسالمی رو دیدن، وقتی شرک رو دیدن و دیدن مردم حرف اینها رو نمیپذیرد، خدا فرمود پس از این کوه بروید بالا و در کهف و این غار پنهان شوید. ینشر لکم ربکم من رحمته. خدا هم رحمت خودش رو بر شما نازل می کند. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. کارهای شما رو درست می کند. اینها رفتن در این غار. 300 سال خوابشون برد. به شمسی به قمری 309 سال. اون پادشاه از بین رفت. مردم کافر اون زمان تغییر کردن. کم کم دین مسیحیت اومد جلو و موحدین جلو اومدند و یک پادشاه مؤمن آمد، مردم برگشتن و اینها از خواب بیدار شدن. دیدن بدنهاشون درد میکنه، خیلی گرسنن. کی خوابیدیم، کی بیدار شدیم؟ گفتن آقا یه روز. گفت نه آقا ما صبح اومدیم اینجا خوابیدیم، الان مثلا دم و دولای ظهر مغرب و عصر، این نصف روز ما خوابیدیم، خیلی گرسنه هستیم. یکیشون مأمور شد آهسته بره در شرق غذا آماده کنه. رفت و بعد متوجه شد آدم‌ها عوض شدند و اینها و مردم فهمیدن اینها همون آدم‌هایی هستن که غیب شدن و بدنشون هست، چون رفته می‌دیدن اینها رو. و در اون زمان مردم اعتقاد به معاد روحانی داشتن، معاد جسمانی رو قبول نمی‌کردن. میگفتن معنا نداره آدم بعد از مرگش زنده بشه. و وجود اصحاب کهف بر ایمان آنها افزود. گفتن ما میخوایم بریم اینا رو برداریم بیاریم تو شهر و عزت بهشون بدیم. این شخصی که آمده بود پایین گفت من باید برم با اینا حرف بزنم، چون میترسم ممکنه سکته کنن، این جمعیت رو ببینن و واقعیت رو بفهمن. رفت و اینها نخواستن برگردن و از خدا خواستن و همینطور خوابیدن تا زمان ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که قرآن به ما انسانها میگوید هرگاه در یک مخمسه ای افتادید، در یک فشاری افتادید، در یک تنگنایی گرفتار شدید و نتوانستید مسائل خودتون رو حل کنید مانند اون اصحاب کهف، به کهف پناه ببرید، به پناهگاه پناه ببرید. الان موشک میاد، خدا نکنه انشاءالله جنگ در هیچ جایی باشه، موشک میاد، شما برو پناهگاه. اونم پناهگاه محکم و مطمئن. در گرفتاری های خودتون مراجعه کنید تا نجات پیدا کنید. ولی هر پناهگاهی نه، پناهگاه الهی. چی میخوام بگم امشب؟ من 20 سال تقریبا اینجا شبای قدر احیا میگیرم. 20 ساله، هر سالم 3 شب درباره سوره قدر صحبت میکنم. دیدین که این 2 شب و شبایی که بوده. تو این 2 روز فکر میکردم که چه بگویم. یهو این آیه دوباره به ذهن من یک نکته‌ای رو خطور داد و اونم این که ما در سوره قدر داریم تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم من کل امر.
سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند در شب قدر یه برنامه چیده که روح القدس، مهمترین فرشته الهی، به همراه فرشتگان از آسمان تقدیرات کل این عالم رو می آورن خدمت یک نفر که اون نگاه کند و تأیید کند و اون هم ولی امکان، قطب دائره امکان، حضرت مهدی. خب چرا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ که خدا به عالم بفهماند، چون قاعدتا فرشته ها باید برن پیش خدا تقدیر میکنه، مقدرات این عالم دست خداست. چرا باید بیاد پیش امام؟ چون خدا میخواهد به تمام این عالم برساند که پناه این عالم و پناهگاه این عالم امام معصومه. که شما هر گرفتاری داشته باشید، هر مشکلی داشته باشید، هر حاجتی داشته باشید، هر فکری داشته باشید، اگر در مخمسه گرفتار شدین، به چه کنم رسیدید، بروید پناه ببرید به کهف الحصین. کهف کیه؟ در زیارت جامعه میخونید کهف الورا، یعنی میگیم امام تو کی هستی؟ پناهگاه این عالم. امام کیه؟ کهف این عالم است. در صلوات شعبانیه میخونیم اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین. یعنی اهل بیت اون پناهگاه محکم الهی هستن. زیارت امام رضا میخونیم که آقا امام رضا کهوف الکائناتن، تمام این کائنات پناهگاهشون کیه؟ امام زمان. از فرش تا عرش، تمام موجودات این عالم، از نباتات، از جمادات، از انسانها، از خلائق، همه اونها پناهگاهشون امام زمان، کهف الحصین. بله؟ امام صادق فرمود نحنو کهف لمن التجا الینا. دقت کنید، میخوام امشب یک مطلبی به شما جوانها بگم که اگر همین مطلب رو امشب درک کنیم کافیه برای همه چیز ما. یعنی امشب اگر بفهمیم که آقا پناه این عالم کیه؟ امام زمان، بفهمیم تمام گره ها به دست حضرت حجت حل میشه، متوجه بشویم که تمام این مشکلات و این مصیبت ها و این دغدغه ها با پناه آوردن به کهف الورا و کهف الحصین حل خواهد شد. همین موضوع برای ما بسه که امشب دست به دامن امام زمان بزنیم. اونم برای کی؟ کهف لمن التجا الینا. دو چیز در کهف مهمه، یکی خطر، دوم پناهنده شدن. کهف گفتیم یک جایی است در دل کوه که خلقی که از سرما و گرما و تاریکی ترسیدن، شخصی در کوه، الان سیل میاد، الان طوفان میاد، حیوانات وحشی هست، راه رو نمیدونه، مراجعه میکنه به این غار محکم مستحکم، پناهگاه. پس پناهگاه مستحکم و مطمئن از بلاها نجات بده. یک. دو، ساخته بشر نباید باشه. الان خونه های شما پناهگاه دیگه، امنیت میاره برای شما، ولی مشکلش چیه؟ ساخته دست ماست، پول براش میدی، خرجش میکنی. باید این در دل کوه خودش فراهم شده باشد. یعنی این شخصی که ما به او پناه میبریم باید خدا او رو ساخته باشد، به قدرت خودش، از نور خدا ساخته شده باشد که بشه به او مراجعه کرد. او کیست؟ امام زمان.
که هر کسی هر خطری داشته باشه باید به اون مراجعه کنه، هر تهدیدی داشته باشه باید به سمت او برود. چنانچه اصحاب کهف رفتن و نجات پیدا کردن. جوانها خطرها دو قسمه، خطر اعتقادی و فکری داریم و خطر دنیوی. در هر دوی اونها باید پناه ببریم به امام. در خطر فکری و اعتقادی میبینید امروز خیلی ذهنها خراب شده. امروز از هر طرف دارن به سمت اعتقادات ما حمله میکنن. فکر جوانها خرابه. من گاهی مواقع بعضی این جوانها رو میبینم اینا افسردن، قرص اعصاب میخورن، ناراحتن، ذهنشون به هم خورده، افکار و اندیشه هاشون به هم خورده. تو دانشگاه یه چیز میگن، تو جامعه یه طور میبینن، موندن چیکار کنن؟ میبینن آقا یه عده‌ای تو لباس دین چه عملی انجام میدن، یه عده‌ای ریش دارن چیکار میکنن. از اون طرف میرن کتاب‌های غرب و شرق رو میخونن، فلسفه غرب رو میخونه، اونو میخونه، کتاب‌های این طرف رو میخونه، آتئیستی رو میخونه، میماند چه کنه. حالا یه عده‌ای که میرون داستانش جداست. یه عده‌ای متزلزل میشن چیکار کنیم؟ تو زندگیاشون واموندن، نمیدونن چاره چیه. تو کاسبی وامونده، نمیداند راه کاسبی چیه. هر کسی میآید برای او یه طرحی میده، یه اندیشه‌ای میده، بیا این کارو بکن. یه روز میگه آقا بیا در بورس سرمایه گذاری کن، یه روز میگه برو بیت کوین بخر، یه روز میگه نمیدونم فلان کن، اینو بخر اونو بخر، برو بالا اینا رو بخر بذار کنار برای وعده آیندت. یهو میبینی بیت کوین غیب میزنه، این بیچاره میشه. یکی میگه برو امروز خودرو، نمیدونن. تو زندگی زن و شوهریش مونده، چیکار کنه؟ کتاب ها میخونه، هر چی نمیدونم، کتاب هایی که اصلا اسمش من بلند نیستم حقیقتش. خب قدیم بود، مردان ونوسی، دختران نمیدونم چی میخونن، میبینن نمیشه، زندگی خرابکاری شده، دعوا شده، اختلاف شده. میرن روانشناس پول میدن، ساعت ها با این روانشناسای روانی بعضیاشون صحبت میکنن، میبینن اون طرف هیچ بهش یاد نمیده بلکه زندگیشو خرابتر میکنه. بعضیاشون خیلی استادن، خدا حفظشون کنه. حالا ما روانشناسا دعوا نکن. میمونه کلاس های انگیزشی میره، 5 میلیون میده، 10 میلیون میده، 50 میلیون پول میده، میرن کلاس های انگیزشی. تو کلاس های انگیزشی من خودم رفتم، طرف میگه خودتو بغل کن، تو اصلا یک موجودی هستی خدایی، تو را برای یک چیز آفریده خدا، خودت را دوست بدار، تو یک دانه هستی. بعد اینو استوری میکنه، هر روز شکرگزاری میکنه. رفته بودم خونه یک بنده خدای کمک کنم، بیچاره بود. بعد دیدم یک تقویم اونجاست، باز کردم دیدم نوشته شکرگزاری امروز اول، تو بنز الگانس گیرت میآید، تو خانه آنچنانی سوار شد، خدایا شکرت. حالا بدبخت رو زمین بدبختی نشسته بود، بهش گفتن شکرگزاری کنید. فردا این آقا عرفان‌های کاذب، هر روز یک کتابی به فروش میرسن، برو کتاب‌ها و پادکست ها بخون که چی گفتند و که چی نگفته. هر روز یک کسی میاد کلا سرش میگذاره، پولاش هم میبره، وقتش هم صرف میکنه. عرض شود که آقا هر روز که کسی کلاه سر یک کسی میگذاره، خب یه روز غربه به فکر میفته باید از این کشور برود، سخت میشه، میره اون طرف، بیچاره میشه، گرفتار میشه، غربت میشه، افسرده میشه، مجبوره هی در اینستاگرام فیلم پر کنه که ما در این کشوریم، این کشور اینطوره و از خوبه. بعد خودش در دستشویی اون داره کار میکنه. میدونم همه دنبال اینن که یه جور نجات پیدا کنن، دست به دامن کسانی میزنن که خودشون هشتشون گرونوهشون. یه استاد انگیزشی خیلی مهم اومد پیش من، ما رفته بودیم کلاس شرکت کرده بودیم، بعد اون نشست میگه آقا من گرفتارم، چه کنم؟ تو 5000 نفر درس میدی، خدا میدونه طوری درس میداد که همه داشتن گریه میکردن. بعد خودش به چه کنم گرفتار شده. خب چیکار کنیم؟ خب عزیزم قربونت بشم، دورت بگردم، خدا علی برات گذاشته، نهج البلاغه برات گذاشته، هر آنچه در شرق و غرب عالم دنبالش هستی در کلمات جعفر ابن محمد الصادق هست.
سراغ کی میخوای بری؟ هر روز به یک شخصی متوسل میشی که نجاتت بده. دنبال سحر و جادو و طلسم و انگار ایران و نصف ایرانی‌ها دارن نصف ایرانی‌ها رو طلسم میکنن، نصفی دنبال نصف دیگه هم که طلسم برطرف کنن. چرا؟ چون داریم اشتباه میریم. کهف الحصین. آقا جوون، غیر از امام زمان پناهی نیست. برو سراغش. رفتی یه نهج البلاغه بخونی، الان اینجا این مکتب الحسینه، جوانهای سینه زن، خدا خیر بده به این آقای علیمی، جوانها رو اینجوری بار آورده. حالا این زحمت بکشه، میخونه روزه میخونه. کدومای شما نهج البلاغه رو تموم کردید؟ خونده باشید. ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگوید خطبه 220 امیرالمؤمنین من 1000 بار خوندم، هر بار یه چیز یاد گرفتم، هر بار دلم لرزیده. کاش مردم بفهمن. سنیه. ما چی؟ نمیخونیم. صحیفه سجادیه داریم نمیخونیم. بعد این آقا حرف میزنه درباره دین، میگیم راست میگه. وای، یا آقای سخنرانی میکنه، میگه بهشت کیلو چنده، نمیدونم شراب طهور چی است و فلان، هر روز یه زری میزنه، یه حرف میزنه، نه استدلالی نه دلیلی، فقط همین حرفا رو میزنه. خب رفتی بفهمی مولا چه میگوید؟ به خدا درد شما مردم در مسائل اختلافات زن و شوهری، در مسائل کسب و کار، در مسائل علمی، در مسائل روحی روانی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در ارتباط با خدا و خلق. آقا امام زمان، اهل بیتن. انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اهل بیتی پیغمبر فرمود برید دنبالش، گمراه نمیشید. لن تضلوا بعدی، هرگز گمراه نمیشوید. مردم میرن به این سمت و اون سمت. ما هم یکیشون، ما شیعه بدتر. هر کسی هم میاد افسار ما رو میگیره به این سمت و اون سمت ببره. هر روز یک کسی علم میکنه. یه شب تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیه نشسته بودم سحر، نمیخوام مطول صحبت کنم، بحث خیلی مهمه. نشسته بودم در حرم، سحری بود و عشقی میکردیم، حالی میکردیم. یه جوون نشسته بود کنار من، گفت حاج آقا یه سوالی دارم. بعد از مرحوم آقای بهجت و اینها که فوت کرده بود، اون ایام بود، این کسی که چشم بصیرت داشته باشه، پس پولا رو ببینه و اینها کیه که ما بریم خدمتشون زانو بزنیم، ذکر بگیم، ورد بگیم، عرفان و برفان؟ گفتم میشناسم. گفت کی؟ گفتم حضرت فاطمه معصومه، امام زمان. گفت بله میدانم، من خودم هیئتی ام، سینه زنم، عزادارم، چیم، ولی خب یک چشم دلی، بصیرتی، کسی برم زانو بزنم در محضر او، استفاده کنم از انفاس او، استفاده کنم، هویی بکشم، حالی بکنم. گفتم حضرت امام زمان، امیرالمؤمنین، حجت خدا، قطب میخوای علی؟ آقا عرفان میخوای علی؟ دکتر میخوای علی؟ روانشناس میخوای علی؟ روانپزشک میخوای علی؟ استاد انگیزشی میخوای علی؟ استاد اقتصاد میخوای علی؟ استاد سیاست میخوای علی؟ چی میخوای امیرالمومنین نگفته باشه؟ آقا برو سمتش. گفت میدانم من مرید مرتضی علی، یک نفر من معرفون. گفتم من میشناسم. گفتم خودم هستم. گفت یعنی چه شما؟ گفتم بله، تو که میخوای سواری بده چرا به اون بدی؟ من خودم بلدم از سواری بکشم. مردی حسابی. دنبال کسی هستی که 4 نعل سوارت بشه و بتازونه؟ چرا خودمون رو بدبخت میکنیم؟ احیا کنیم امر اهل بیتو. امام رضا فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسی که امر ما را احیا کند. گفت آقا چگونه احیا کنیم؟ فرمودن احیا کردن امر ما به چیه؟ به این است که ان یتعلم علومنا، اول علم ما رو یاد بگیرن. ان یتعلم علومنا، علم ما رو یاد بگیرن، برن بدونن. نهج البلاغه خوندی؟ و نخوندی برو بیرون، بیچاره ای. اصول کافی رو خوندی؟ و نمیخونی. ببین چقدر زیبا از زندگی گفته، چقدر عالی صحبت کرده. همه این کتابایی که از انگیزشی رو که من بخشش خوندم، تمام اینها رو بچلی یک
گندیدگی تعفنی هست. آقا چشمه زلال کرامات امیرالمؤمنینه، کسی نیست گوش بده، نمیفهمیم. و یعلمها الناس، به مردم یاد بدن، به این بگو، به اون بگو، به اون بگو، یاد بده با شکل‌های مختلفی. یک کسی با نقاشی، یک کسی با شعر، یک کسی با خوندن، یک کسی با کتاب نوشتن. جوون دانشگاهی هستی، برو دانشگاه، این علومو یاد بگیر، علوم انسانی، فلسفه، الهیات، طب یاد بگیر، بعد بیا کلمات اهل بیت هم یاد بگیر، بیا به جوونا بگو آقا اینا که تو دنبالشی علی گفته از 1400 سال پیش. نمی کنیم، زود نخوندیم میریم، اونا یه چیزی میگن خوشمون میاد میگیم اوه اونا چقدر عالی بود، ما عمرمون رو تو هیئت تلف کردیم، ویل کنی هیئت نمیفهمن. بعد فرمودن لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم اگر کلمات ما را بفهمن تبعیت میکنن. عرضم تمام شد تو این بخش. به خدا مردم میشنون ایمان میارن. همین 2-3 شب پیش رفیقی داشتم از رفقای ما در برلین، زنگ زد به من، اصرار که ما رو بکشونه اونور. بعد گفت به خدا من زبان بلد نیستم. اومدم یه روحانی گفت فوج میان پیش من اسلام میارن. من یکی اینا رو من نیومدم موعظه کنم چون زبان بلد نیستم. ازشونم دست و پاشی کسیم پرسم شما چجوری اسلام آوردین؟ میگن ما یک جمله از امیرالمؤمنین رو شنیدیم، گفتیم این آقا کیه، رفتیم دنبالش، 2-3 کلمه‌شو یاد گرفتیم، دیدیم عجب گنجینه است. چرا ما به این آقا نریم دنبالش؟ چرا بریم دنبال این آقا اون آقا؟ و اسلام آوردن. تمام. ما تو دریاییم. گفت ماهی‌ها دنبال آب میگشتن. آب کجا؟ آب کجا؟ آب کجا؟ آب کجا؟ گفتن یه عقل کل داریم، یک پیری هست، این دریاها رفته، خیلی پیره، بریم پیش اون. رفتن، پیری بود، پیر ماهی‌ها. گفتن آقا آب حقیقتش ما چند جوونیم داریم میگیم سوال کنیم، تحقیق کنیم، علممون زیاد بشه، آب کجاست؟ گفت نگردید دنبالش. من هر چی گشتم، تحقیق کردم، کتاب خوندم، مطالعه کردم، نهنگ‌ها دیدم، ستاره‌ها دیدم، ستاره‌های ماهی، تمساح دیدم، نهنگ دیدم، آهی دیدم، هر چی دیدم، هر چی پرسیدم، تحقیق کردم، فایده نداره. آب نمیدونیم چیه. تو آب بودن. ما در دریاییم. به خدا جوونا امشب نمیدونید چه شب مهمی است. اگر بدانید همه چیز این عالم به ید حجت ابن الحسنه. تمام. یقین کن. اون وقت خطر اعتقادی، خطر دنیوی، چه مشکلی داری که نتونی بره امام زمان بگی؟ قصه ای عرض کنم و عرائزم تمام بشه. یاسد کاظم قزوینی آیت الله که در اینترنت بزنید، آیت الله سید کاظم قزوینی جنازهش بعد از 17 سال از قبر در آوردن سالم. فیلمش هست، همین الان تو اینترنت بزنید هست. در قم مدفون بود، کتاب ها نوشته، رو سینه‌ش هم کتاب فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد بود. جنازه‌شو خواستن تو این توسعه ببرن کربلا، جنازه رو سالم در آوردن. فیلمش هست، برید ببینید. ایشون خودش نقل میکنه، 2 تا قصه ازش نقل میکنه. گفت یک بار من شهریه طلاب کربلا رو باید میدادم، یه ماهی پول گیرم نیومد. حالا سر ماه شده، موندم چیکار کنم. رفتم یک نامه‌ای به امام زمان نوشتم. رفقا، جوونا، خواهرم، برادر عزیزم، این عریضه نوشتن به امام زمان کار میسازه، کار مهمی است. بردار یه قلم و کاغذی رو با حجت ابن الحسن درد و دل کن. به جایی که بشینی پیش یه آدمی که خودش نمیتونه خودش رو جمع کنه، درد دل کنی. گرفتاری، فقیری، قرض داری، کاسبی نداری، مشکلات خانوادگی داری، بیماری داری، چه کنم گرفتار شدی. بردار یک قلم و کاغذ، این حرفای غرب و شرق و این دشمنایی که مسخره میکنه رها کن. بردار بسم الله الرحمن الرحیم، آقا شروع کن بنوشتن. ببند، بنداز تو آب روان یا دفن کن، او میفهمد. گفت نوشتم یا ابن الحسن، این طلاب و این داستان و این گرفتاری 30,000 دینار میخوام.
گفت انداختم در حرم ضریح سید الشهدا انداختم. صبح در خونم و یک تاجر بغدادی که زیارت اومده بود زد، 30,000 دینار به من داد. خودش نقل کرد. گفت قصه دوم، گفت یک آقایی بود از استرالیا، بچه‌ای داشت در بیمارستان، دکترها جوابش کردن، اومد پیش من گفت چیکار کنم؟ همه جوابم کردم، برو دعا کن. چه کنم سیدنا؟ گفتم آقا شما یه کار کن، مگه تو آقا نداری؟ مگه تو پدر نداری؟ آقا اگر ما مشکل داشته باشیم به کی میگیم اگر بابامون زنده باشه؟ به بابامون میگیم. بابا اولین حرف به کی میزنه؟ به بابامون. حتی نداشته باشه بهش میگیم. بنویس به امام زمان عریضه. گفت چی بنویسم؟ چجوری بنویسم؟ گفت آقا فکر کن امام زمان امروز اومده استرالیا، گفته هر کسی میخواد یه چیزی بنویسه به من بنویسه. بنویس. گفت نامه‌ای برای من آورد. گفت این قشنگه. دیدم آقا رو داره قسم میدهد. یه قسمش تکونم داد. نوشت امام زمان به حق لباسهای عمه زینب. اینجوری نوشته. بچه ما شفا بده. ساعت 11:30 شب انداخت توی رود فرات. ساعت گفت 8 از استرالیا زنگ زدن، گفتن بچت خوب شده است، خدا بهش سلامتی رو برگردونده. عرضم تمام. جوونا امشب اون شبی است که باید بنویسی. حالا کاغذ نیست، دلت که هست، بلدی حرف بزنی، خدا به زبون داده حرف بزنی، حرف بزن. بگو یا ابن الحسن المستغاث بک یا صاحب الزمان. من بیچارم، من گرفتارم، به کی بگم؟ به کی بگم؟ یه قصه رو خودم شاهدم. به این منبر امام حسین نشستم، یه شبی بود احتیاج مالی شدیدی پیدا کردم در کربلا. ساعت 12 شب به هر کی فکر کردم که به کی بگم. بعد با خودم گفتم رو بزنم، من به کی رو بزنم؟ یکی از محارم ما اونجا بودید، من ناراحتم. گفت چته؟ گفتم اینجوریه. گفت برو به امام حسین بگو. به ذریحش قسم یک کلام جابجا نمیگم. رفتم دم بین الحرمین، دم این از این سیطره ها که رد شدم، باب القبله، یه چای فروشی، یه چای خوردم. گفتم یا امام حسین میام حرفام بهت میزنم، فقط من صبح گرفتارم، این پولو بهش نرسونم بیچارم، اون کارم نمیشه. رفتم تو حرم، گوشیمو سپردم، وقت گوشی ها رو میگرفتن. رفتم تو، یادم رفت بگم. خدا رحمت کنه آقای مؤید با ویلچر آوردن. حرمم خلوت بود، ایام کرونا بود. نشستم تو حرم و یه آقای مؤید خوند و گریه و روزه و تا صبح و نماز و خوندیم و اینها. و بعد اومدن بیرون. در هنگام بیرون اومدن یادم اومد که آقا من برای چی اومدم حرم. برگشتم گفتم آقا ما نوکریم، یادمون رفت، ولی تو که یادت نمیره آقا جان. اومدم بیرون، تلفنم وا کردم، یه پیام اومده بود، فلانی من گرفتاری دارم، هر حادی هست، یه این مبلغ رو نظرت کردم به این منبر امام حسین. ازم موندم، گفتم آقا ما نگفتیم، ما یادمون رفت، ولی تو یادت میمونه. امشب شب سخنرانی نیست، اینا رو من گفتم آماده بشی و الا حرف زن که خیلی سخنرانی اینها. امشب منم اومدم بگم آقا جون یادت نره ما رو، ما یادمون رفته تو رو. امام زمان من یادم رفت که کارا دست توه، من نفهمم، من نادانم، خودمو میگم، من یادم رفت که دست به دامن تو بزنم، ولی آقا تو که یادت نمیره، تو یادت نمیره من یه گوشه‌ای گرفتارم، تو که یادت نمیره من زندگیم به هم خورده، تو که یادت نمیرود بقیت الله، تو پسر زهرایی، یادت نمیره من گرفتارم، من مشکل دارم. بگو به آقا المستغاث بک یا صاحب الزمان. وقتی بگی میشنوه. شب قدرم همین. یا ابن الحسن این چراغا رو کم کنید. میخوام بگم امام حسین تو کهف المستجیرینی،
تو پناه بی پناهانی. امام زمان تو آقای مایی، تو پدر مایی. امشب ما اومدیم به خدا گرفتاری، به خدا دلمون شکسته، به خدا اومدیم، به یه نیتی اومدیم. حالا حواسمون نیست، تو حواست هست به ما. آماده ای صداش بزنی؟ دستاتون رو بیارید بالا، بیار بالا، هر جا، اون تا اون آخر بیار بالا. کاری به من نداشته باشه. چقدر کار داری؟ کهف الحسین، اومدی تو کهف امام زمان، اومدی در پناهگاه امام زمان. ای پناه بی پناهان، پسر زهرا، قسمش بده. مثل اون مرد استرالیایی، بگو تو رو به پریشانی عمت زیدم، تو رو به چادر مادر زهرا، تو رو قسم میدهم. چی بگم؟ میترسم. آخه من به خاطر من دلشو بلرزونم؟ من چی بگم؟ یه جمله بگم. تو رو به اون لحظه ای که زینب جلو رقیه خجالت زده شد، تا گفت عمه من بابا بخوام. یه ارتباط خاصی بین این دوستان مکتب الحسین و حضرت رقیه است. من نمیدونم چرا، تجربه منه. چیه تو دلهای شما؟ کجا گره ها رو زدید؟ الله العالم. نگی رقیه یا امیر المؤمنین، فاتحه شماست، مجلس ختم شماست، مجلس عزای شماست. حالا من تصحیح میکنم، مجلس عزای شماست. ولی میدانم تو به خاطر این دختر 3 ساله، زهرای 3 ساله گریانی. عالم گریه کرده. رفقا نگید دستاش کوچیکه، به خدا با این دستای کوچک گره های عالمی را باز کرده. دیدم که میگم، خودتون دیدید که رقیه چه میکند. رقیه چه میکند؟ از خواب بیدار شد. مدتی بود هی به عمه میگفت عمه این دخترای شامی بابا دارن. روزه خون باید خودشو کنترل کنه که بقیه گریه کنن. یه جوری. منم شب قدرم دیگه، منم مثل شما، منم به گدایی اومدم. منم فقیرم، منم ندارم، منم دستم خالیه، میخوام حرف بزنم. پس بیایم با هم حرف بزنیم. به من گوش نده، به حرف دلت گوش بده. این رقیه رو بذار مصیبتش برات بخونم. من همیشه سوال این بود برای من که تو این مسیری که از کربلا اهل بیت اومدن به کوفه، از کوفه به شام، یعنی چه مثلا رقیه ندیده باشه این سرو؟ این سواله. 2 تا حرفه. استادم آقا حسن هرندی میگفت که چون هر وقت این سر رو میذاشتن روی نیزه، حضرت زینب رقیه رو میذاشتن زیر هواش که نبینن. چون سوال کردم، گفتم آقا مگه میشه ندیده باشم؟ سر قرآن خونده. پدرم به من میگفت که شاید این باشه که سر رو میدیده. خب اگه سر رو میدیده پس چی شد سری رو که در خرابه دید اینجوری به هم ریخت، جون داد براش؟ گفت چون امام حسین یه صورت خیلی نورانی داشت، لبای زیبایی داشت، دندونهای قشنگی داشت، چشمای خوشگلی داشت، بینی خیلی زیبایی داشت. وقتی سر رو گذاشتن مقابل رقیه، 3 شبه رفتیم در خونه رقیه، حواست جمع بشه. معلومه یه خبرایی امشب. یا حسین، بگو یا حسین تا دلت بشکنه، بگو یا حسین تا ضمیرت نورانی بشه.
گرفتارا حاجتمندا، هر کی تو این امامزاده نشستید یا علی بگیر، من گرفتم، یا علی، یا حسین، یا رقیه، یا مهدی. وقتی سر رو گذاشتن مقابل رقیه، دید این سر باباش نیست، دندانها شکسته، بینی شکسته، پیشانی شکسته. یه نگاهی کرد گفت آیا تو پدر منی؟ بابای من سالم بود، لذا گفت بابا بگو ببینم چه کسی چوب به لب و دندان تو زده؟ چه کسی سر تو بریده بابا؟ بابا قربون تک به تک رگهای گردنت بشم بابا. امام زمان، ما گریه کنان عمه کوچولوت رقیه ایم، امشب دست ما رو بگیر، ما گرفتاریم، ما حاجت داریم. تمام دنیا به ما فحش میدن، تمام دنیا به ما اهانت میکنن، جمع شدن شیعه رو جمع کنن، جوونامون رو بگیرن. امام زمان دست ما رو بگیر، ما باید دعا کنیم برای امام زمانمون. دستاتون رو بیارید بالا، فرمودین دعای فرج رو بخونیم، هر جا نشستید زمزمه کنید تا عزیز دلمون بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم